سلام عرض میکنم و درود میفرستم به همه شما همیاران و همراهان همیشگی سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. در 20مین گلریزان سیمای آزادی اجازه بدین که بهترین آرزوها و گرمترین شادباشها رو خدمت شما ارائه بکنم. باز هم اعضای خانواده بزرگ سیمای آزادی گرد هم اومدن تا حماسه همبستگی رو به اوج برسونن و تصویر تمام نمایی از شکوه آزادی خواهی یک خلق رو در برابر چشم همه قرار بدن. ما هم در خدمت شما هستیم با اولین تماس این قسمت از برنامه و مهمان عزیزی که همه شما عزیزان باش آشنا هستید. سلام به همه شما هموطنان عزیز، سلام به شما همیاران و همسنگران همیشگی سیمای آزادی. آقای فرشی خدمت شما هم سلام میکنم. خیلی خوشحالم که این افتخار رو دارم تا در 20مین گلریزان سیمای آزادی هم در خدمت شما باشم و با هموطنان خوبم صحبت کنم. مهران این پاشنچه‌شو ندیدی تو؟ مهران بابا میز سر جاش بذار دیگه قربون تو برم. عجب داستان. بله، آرزوی من و همه دستاندرکاران سیمای آزادی اینه که بتونیم با کمک شما برنامه‌های تلویزیون ملی ایران رو هرچی پربارتر تقدیمتون بابا مهران با تو هم دارم صحبت میکنم آخه. دارم صحبت میکنم. یه 500 داری دستی بهت میدم نه بهت میدم. میدونی تو سرعت ریب میزنه جان تو فکر کنم این انژکتوری هست. جان تو این فلامینگش این خال زده باید بی خرج براش بکنم. 500 بدن شب پس اون 5 تومن دادم، پس چی شد؟ همون خال زده جون تو، مگنتیش خال زده چسبونده. بعد نیستان 4 سیلندر دیگه بده بیاد جون تو. باشه عزیز من اجازه بده تموم شه. من میام. شما بفرمایید شما. نه بله، خیلی خوشحالم که میتونم از این دریچه، از این پنجره. کدوم پنجره؟ با دور پنجره وا کردی تو این اتاق. عجب داستان. سلام علیکم مسعود خان، مخلصم، ارادتمند. احوال شما؟ به به، سلام دوست خوب و عزیزمون حشمت خان سورپرایزمون کردین. سوپرایزت هم مسعود جان، لیسانس به بالا صحبت می‌کنی. میشه اون تو بزرگتر دارم صحبت می‌کنم. برو اونورتر دارم تو. بله خواهش می‌کنم. حشمت خان که معرف حضورتون هست دیگه، دوستان بیننده باهاشون آشنا هستن. با سلام به همه دستاندرباران و همه مسعود خان. مسعود جان ببخشید الان صدا من همه میشنفن دیگه ها؟ بله حشمت خان، الان شما رو خطین دیگه، همه هموطنان دارن شما رو میبینن. باشه. ببین امیر ای صدا منو میشنفی؟ مادرت گفته سر را 2 تا سنگش خاشخاشی بگی بیا خونه، خمیر نندازم بهتا. امیر بابا حشمت خان خوب نیست که. امیر کیه؟ برنامه همیاری عزیز من. همیاریه؟ حقیقت من دستم خالیه، ندارم چیزی. الان میخوای اون 500 که دستت هست همونو تقدیم برنامه کن. میدونی حقیقت من این آخرین بیزنسم برشکست شدم. بیزینس؟ کدوم بیزینس آخه؟ نگفته بودم به؟ همون حقیقت یک کلاس رقص قاسم آبادی گذاشتم، خودم هم مربیش بودم، میرقصدم اونجا. خوبه که کلاس گذاشتی، میگه بده. خوب نه خوب چیه قربون شکلت برم. هر کی میرفت وسط شروع میکرد رقصیدن میگفت شاباش. ما هم جوگیر میشدیم، هر چی در میآوردیم میذاشیم. حشمت خان صفای قدمت و صفای وجودت که بیزنس هم که میزنی شیرینه. فدات شم مسعود جان، فدات شم. خیلی آقایی قربونت برم. الان صدا من همه میشنفن دیگه. نه امیر نه نمیشنفن. بابا امیر چیه نمیشنفن؟ اجازه بده من حرفامو بزنم بابا، وقتمون کمه به خدا. من 2 تا کلام بگم. واسه اینه مسعود، ما حقیقت بلد نیستیم مثل این آقا مهران لفظ قلم کار بیایم، اما حقیقت یه دلی داریم که کباب هموطن هاست. به جون خودم نباشه، به جون این آقا مهران که اره میاد و کره میره. هر وقت نوبت همیاری میشه حقیقت دلم تا میشه. تو همه دنیا برق سکه و رنگ اسیره که دل میبره، اما ما با نرغه صدای شما حال میکنیم. جون تو، به جون آقا مهران. هر از گاهی هم که ما اینجا در میت آقا مهران زیر سایه آقا مسعود آفتابی میشیم، واسه خاطر همون قنچه خنده است که رو لب شما میشکفه. وگرنه ما که بابا همون حشمت آسوپاس خالتوری که از تیغ آفتاب تا جل شب میدوه تا یه لقمه معرفت قاطق با وفایی شما بکنه. دم شما گرم حشمت خان، حق مطلب رو گفتی خودت. قربون تو برم مسعود جان، قربون دهنت. توی کلام این سیمای شما و صدای هموطناست که وقتی با هم بتابه میزنه سیب و سیبچه ولی فقیه و رژیمشو میتابونه. در صورت ما در خدمتیم. هر کسی با ما کار داشت از هموطنا اسممونو بزنه تو جوجولی دادسوم، ما اونجا در خدمتیم. جوجولی دادسوم. جوجولی دادسوم چیه؟ جوجولی دادسوم؟
جوجولی دادسون دیگه. چی جوجولی دادسون؟ هم بابا همون موتوره هستش که هرچی میخوای بجوری میریزن توش. جوجولی چه بس؟ میخواد جوجولی دادسون نه عزیز من، اون گوگل دات کامه. جوجولی داد چه فرقی میکنه مهران دیگه؟ حالا حتما باید ما رو ضایع کنی. تو بیا حرفاتو بزن. من برم 2 تا دونه چای بیارم. خون کفتری آقا تو خدمت رسیدم. الان 2 تا دونه. آقا خدا رو شکر بالاخره رضایت داد. دست شما در نکنه. حشمت خان دیگه داستان ها داریم ما با این حشمت خان. در صورت خیلی متشکرم آقای فرشی یه بار دیگه از این که ما رو قابل دونستید و توی این برنامه خدمتتون رسیدیم. متشکرم. امیدوارم که همیشه شاد و سرفراز باشید و بهترین و پرشورترین شب‌های پرستاره همیاری رو براتون آرزو میکنم. چای خون کفتری. خیلی متشکرم آقا مسعود. لطف کردید. من به اتفاق حشمت خان و این چای دیشلمه از خدمتتون مرخص میشم. ما همچنان به قول معروف چارچشمی پای تلویزیون نشستیم که ببینیم همیاری با شکوه 20 رو. خیلی ممنون، خیلی متشکر، لطف کردین، سرفرازمون کردین، هم مهران و هم حشمت خان. خداحافظ شما. کلتم به مولا. جمال احمدتون و گلبارون. ببین امیر سنگ. امیر